سرزمین رقص‌های جنوبی با مردمی خونگرم. آشنایی با استان‌های ایران. استان بوشهر. استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایرانه و همانند کشور شیلی به شکل نواری باریک به صورت کامل در خلیج فارس قرار داره. بوشهر به 10 شهرستان و 40 شهر تقسیم میشه که شهرستان‌های اون شامل دیلم، گناوه، دشتستان، بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر، جم، کنگان و عسلویه است که مرکز اون شهرستان بوشهره. مساحت این استان 27653 کیلومتر مربع که کمی از کشور آلبانی کوچیک‌تره. جمعیت این استان 1,211,000 نفره که حدود 90% اونها فارس، 4% عرب و اندکی هم ترک و لر در این استان ساکنن. با اینکه تو بوشهر یکی از بزرگترین میادین گازی دنیا یعنی پارس جنوبی قرار داره و بخش زیادی از نفت و گاز ایران از همینجا تامین و صادر میشه، ولی اقتصاد این استان بیشتر از راه کشاورزی، دامداری، صید و تجارت میچرخه. این استان بعد از تهران و خوزستان سومین اقتصاد برتر کشوره. با وجود فصلی بودن گردشگری بوشهر، اما سالانه میزبان میلیون ها مسافر از سراسر کشوره. این استان یکی از شادترین استان‌های ایران که مردمی خونگرم و مهمون نواز داره. یکی از معروف‌ترین فستیوال‌های ایران هم به نام فستیوال موسیقی کوچه در این استان برگزار میشه. از مکان‌های گردشگری این استان هم میتونیم به ساحل ریشهر، بافت قدیم بوشهر، ساحل بنود عسلویه، تالاب هله، رودخانه باغان جم، بندر سیراف، عمارت گلشن، قلعه شیخ، نخلستان آبپخش و کلی مکانهای گردشگری و تفریحی دیگه اشاره کنیم. از غذاهای محلی این استان هم میتونیم از لخلاخ، للک، قیمه بوشهری، دو پیازه میگو و کلی غذاهای خوشمزه دیگه هم نام ببریم. استان بوشهر از شمال با خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت، از شرق با فارس و از جنوب شرق با هرمز